و حال نوبت میرسه به هفتمین شخصی که باید بیایند و تندیس را بگیرند و اونها مرد خوش صدا، رفیق همگام، کسی که در کنار ما ایستادند، پروگرام را آغاز کردند و به زبان شیرین پشتو اشعار زیبا دکلمه کردند. به افتخار آقای فضل ربی احمدی کف بزنین و از جناب استاد پروفسور سید تقاضا میکنیم که در جایگاه تشریف بیارن و تندیس آقای احمدی همکار عزیزمان را برشان تقدیم بکنن. آقای احمدی فعالیت هایی که انجام دادند را برای شما به خوانش میگیرم. ایجاد انجمن اصلاح فکر جوان و خدمت به مردم به مدت 9 سال از طریق این نهاد ارائه سمینارهای رایگان برای بیش از 25,000 دانشجوی دختر و پسر در زمینه خودسازی، صلح و میهن پرستی، ارائه سمینارهای هفتگی برای جوانان از سال 1394 تا اکنون، اجرای برنامه‌های انگیزشی برای دانش آموزان در زمینه صلح، خدمت به ملت و خودسازی در رادیو تلویزیونی معارف به مدت 5 سال، ایجاد گروه‌های کتابخوانی عملی برای هزاران جوان از خانم‌ها و آقایان و تشویق آنها به مطالعه و تحصیل بیشتر، تولید فیلم‌های کوتاه و تئاتر در مورد صلح و بازسازی وطن که در آرشیف پوهنځی هنرهای پوهنتون کابل موجود است، ساخت برنامه‌های ویدیویی برای نسل جوان در مورد بازسازی وطن و زندگی در صلح و فواید زندگی صلح و تأسیس 2 بنیاد خیریه. به افتخار این مرد بزرگ و تشکر و سلامت باشین. مبارکتان باشه، انشالله که زندگی بر وفق مراد و سلامتیتان باد.